کویر لوط، یک روز بهاری. جاده‌ای که به مخوفترین بیابان جهان میرسد و از میان واحه‌های سبز و ماندگار تاریخ میگذرد. مقصد ما البته کویر نبود، همین واحه‌ها بود، مشهورترین آنها. کرمان به واسطه معماری اقلیمی و زیبایش یکی از نمایه‌های درخشان خرد ایرانی به شمار رفته و در کنار یزد و کاشان یکی از سه جلوه بزرگ تمدن کویری ایران زمین است. تمدنی که ساکنان هیچ بیابانی در هیچ کجای جهان با آن سر هماوردی نمیتوانند داشت. جاده ماهان. غبار صبحگاهی غافلگیرمان کرده بود، اما به همان سرعت که دشت را پوشانده بود ناگهان ناپدید شد. و ماهان، قریه عشق و عرفان، واحه سبز کویر که در همه سده‌های دور میعاد بیابان گردانی بوده است که در جستجوی یکی از 7 شهر عشق رنج خار مغیلان بیابان را به جان می‌خریدند. تو آن شاهی که بر ایوان قصرت کبوتر چون نشیند باز گردد. شاه نعمت الله ولی از عرفای نامدار قرون میانه است که دیوان زیبای اشعارش از پس قرون و اعذار همچنان چون چشمه زلال پاکی و تراوت می‌پراکند. قریه کوچک ماهان به میزبانی ابدی این عارف نامدار ایرانی فخر می‌فروشد. عجیب بود که در بالای قبر شاه نعمت الله نه شعری از او که این غزل حافظ به چشم می‌خورد که همه شوریدگان و زبان مشترک همه آنهاست. روضه خلد برین خلوت درویشان است، مایه محتشمی خدمت درویشان است. کنج عزلت که طلسمان عجایب دارد، فتح آن در نظر رحمت درویشان است. از کران تا به کران لشکر ظلم است، ولی از ازل تا به ابد فرصت درویشان است.
و باغ شازده، مثل باغ فین کاشان، مثل باغ ارم شیراز و مثل باغ دولت آباد یزد. یکی از باغ‌های نامدار ایرانی است، یکی از نامدارترین باغ‌های ایران. باغی که هم به خاطر طراحی زیبای آن می‌تواند نمونه‌ای از معماری اصیل باغ‌های ایرانی به شمار آید و هم به واسطه سازوکار فنی آبنماهای آن نمونه‌ای شگفت‌انگیز از فنون مهندسی آب محسوب می‌شود. حرم گرما بر ساقه ترد جان، اینجا که ما ایستاده ایم، و برگرفتن مانده از برهوت، آنجا که شتران در چشمانداز میچرند. نرماشیر، نقطه آغاز کلودهای لوط. کلود یعنی کوه لوط. عوارض برجسته‌ای که تردستی طبیعت شگفت‌انگیز لوط هستند و اعجاب رازآمیزی که منشأ بسیاری افسانه‌ها و روایات سحرانگیز شدند. مخوفترین بیابان جهان است. خواهیم گفت چرا. وقتی که پا به چاله مرکزی لوط گذاشتیم، به هر رو بیابانی است که هیچ قدم را جز از سر یقین نباید برداشت. به گمان برخی از بومیان، کلودها یادگاری هستند از مساکنی در هزاره‌های دور که به نفرین زمین گرفتار آمدند. جغرافیدانان اما آنها را حاصل تفاوت فرسایش در لایه‌های مختلف زمین می‌دانند. عوارض طبیعی کم نظیری که فقط در معدودی از نقاط جهان قابل مشاهده هستند. برای رفتن به مقصد نهاییمان در این سفر، شهداد، 10 کیلومتر برگشتیم به سمت کرمان. 20 کیلومتر مانده به این شهر، جاده‌ای که به سمت شرق می‌رفت و در دوردست‌ها به کوهپایه‌ها می‌رسید،
می‌خواند ما را به سمت شهداد، دورترین واحه لوط، لنگرگاه کاروانیان اعصار دور. واحه دور، خیلی دور، واحه‌ای که به قربت قرون و اعصار خو کرده است. گویی یادآوری خاطره کاروانیان روزگار جاده ابریشم را بسنده می‌داند برای دوره کردن روزگار. ایستاده است اینجا، بر لبه مخوفترین بیابان جهان، پشت به جهان مدرن، رو به بدویتی بیخش که گویی از ابتدای تاریخ همین گونه بوده است که اکنون هست. پرسجو کردیم در شهداد برای مهمانسرایی، قهوه‌خانه‌ای و یا هر جای دیگری که مسافری بیتوته کند. و عجیب است که مأمن کاروانیان جاده‌های ابریشم و ادویه اکنون جایی برای پذیرایی مسافرانش ندارد. البته مردم مهربان آن به صمیمیت پذیرای ما بودند و شنیدیم که قرار است یکی از عمارت‌های بزرگ ده به مهمانسرایی تبدیل شود برای بیابانگردان و محققان. شهداد درست در لبه کویر بزرگ لوط قرار دارد. رشته کوه بلندی آن را از شهرهای بزرگ شرق جدا می کند تا صدها کیلومتر شهر که هیچ، حتی روستایی نیز وجود ندارد. کشاورزی معیشت اصلی مردم شهداد است. حیات اقتصادی اینجا اول وابسته است به این نخلستان‌های انبوه و بلند. بعد از آن درختان مرکباتی که در سایه نخل‌ها پناه گرفتند و پس از آن مزارع صیفی که زیر درختان از تیغ آفتاب پناه گرفتند. این سو و آن سو به صورت پراکنده کشتزارهای غلات هم به چشم می‌خورد. محققان کشاورزی را به پدیده‌ای وابسته به 3 اصل آب، اقلیم و خاک می‌دانند. شهداد شاید نمایه‌ای باشد از اینکه اصل آب است، آن دو دیگر فرع. زیرا می‌بینیم که در گرمای سوزان واحه‌ای همجوار قطب حرارتی کره زمین و شوره‌زاری که در آن نمک شاید افزونتر از خاک باشد، نخل‌هایی رسته است به این تناوری، با رطب‌هایی به شیرینی عسل و باغ‌های مرکباتی که پرتقال هیچ کجا به شیرینی آن نیست. بسیاری از شهدادی‌ها دل داده به هیاهوی شهرهای چراغانی دوردست، زاد و بوم خود را ترک کردند و برای بسیاری نیز دل کندن از شهداد ناممکن است. ایستاده‌اند در اینجا، دلخوش به آرامشی که مثل آفتاب کبیر بی دریغ و پابرجاست. او پیری که دیگه مال که 50 سال 60 سال مرده باشه. این بنا یکی از رازهای شهداد است. مردم محلی میگویند روزگاری در این بنا مردمانی کوتوله و کوتاه اندام زندگی کردند. مردمانی که روزی به ناگهان اینجا را ترک کرده و برای همیشه رفتند. اکنون سازمان میراث فرهنگی در حال بازسازی این بناست و داستان واقعی آن نیز شاید روزی فاش شود. شاید گروه‌های بیابانگردی که جای کاروان‌های ابریشم و ادویه را بگیرند و با خود به شهداد
رونقی دوباره بیاورند، وگرنه آن خواهد شد که کوچه باغ‌های متروک باز هم متروک تر شوند و کسی به خاطر نیاورد آرامش سالیان ابریشم و استبرق را در اعصار دور سبزترین واحه کبیر.